سنم به خود بیا. من چیکار کنم عمر؟ من چیکار کنم؟ من نابود شدم. سنم آروم شو. بیا بیمارخانه. بیمارخانه. سنم گوش کن. من در برات هستم. به من نگاه کن. حاضر. لباسایت را پوش. من باشم در پس در تو رو انتظار میشم. میلش خیز. انا آمدم. تو هم برای انتظار بودی همین تردیم. همه وقت انتظار بودی. من همه وقت می آمدم. خود رو به دست گیر. به دست گیر سنم. دیگر زندگی کردنم. شد گریه نکن. مردنم بهتر. آروم شو. کنی تمام. کنی درو. تمام سنم. آروم شو. تمام سنم. ایستا. نگریز ایستا. سنم بس کن. آروم شو. بس آروم سنم. من دیگر زندگی کردن نمیتوانم. سیر اسیری صاحبش است. وقتی که گفتی صاحبش را اسیر میکنی. در تاریخ انسان سیر اسیر شده زیاد، اما اسیر کرده کم. در دنیا یک زمان زندگی میکند. سیر یک اشاره استای حرفه‌ای برای بلندشوی. کسی که استا نیست یک زمین لغژان است. عمر یک سیر گرفت. اکنون در زمین یخین لغژان است. آدم بعد سیر گرفتن مهارت گپ نزدن دارد. سیر چخل آمده عمر را پیدا کرده است. اکنون بارش را آمده به پشت عمر بار میکند. به سرمه زنگ میزنم. زنگ نزن. به هیچ کس زنگ نزن. التماس به هیچ کس زنگ نزن. در بیمارخانه نوبتدار بود. برای ما یک اتاق جدا میکنم. این حالم را به هیچ کس نگوی عمر. اگر دونن تمام من مردم. مایلش نمیگویم. این واقعه همچون سیر بین ما میموند. اکنون آروم شو. الو سرما. سیرها امانت صاحبش هستند. برداشتن خیلی مشکل است. با سیرهایی هستند که محرمانه بدی میکنی و سیر نمیدهی. چقدر مبارک است.
لیکن چیزی که در درونت است و بیرون نگفتن، هر لحظه بدود سوخته لیکن نگفتن، و مانند در طوفان بحر کشتی را گم کردن است. یک می جنباند، داد میزنی، لیکن تا ساحل این باران نپرتایی سلامت نمی رسی. سیر کشاندن به انسان، استای سیر شدن یک امتحانی آتشین است و همه وقت می سوزاند. وقتی که سوزاند می پزد، صاحبش را پخته می کند. در آتشش سیر کسی که نمی سوزد در دیگر جایها مات و بیخون می شود. بیا سنم، رفتیم سنم. برو سنم، سنم 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 میرویم. سنم سنم برو میگویم سنم. سنم چی شد؟ شدتی هستم. تمام سنم. زود درون اینجا. آروم شو. در این دنیا تکیهگاه و پناه جایم تویی، غمگسارم تویی، غم برارم تویی. نگاهت مرا پایمال نمی کرد. تو هم مادرم هم پدرم را عوض می کردی. من با تو به بوی رسیدم درختم. تو باشی با من. این را هم گیر. تو این را پنهان کن. میلش. شد سنم، همش گذشت. آروم شو. من مردم عمر، نابود شدم. سنم، خودت تنها در خانه بغداد چی کار داشتی؟ نابود شدم. با من نقل کن سنم، چی واقعه روی داد؟ او کی بود؟ التماس بگوی سنم، بگوی. کیستی؟ آروم شو سنم. از اوش رفتم وقتی که با خود اومدم. شد سنم، شد. به نزدیکانت این رو چی خیلی میفهمونی؟ نه، هیچ کس باید نداند. میلش لیکن تو که این رو پناه میداری. هیچ کس نباید داند، حتی سرما هم نباید داند. میلش نباشد خودم رو بکشم. میلش سنم، آروم شو. کمی خوب کن، خوب کن. من چی کار کنم؟ با این داغ چه خیلی زندگی کنم؟ سنم، خود رو به دست گیر.
سنم خواهرکم با تو چی شد؟ هاشیم بدور شب هاشیم. خدایا چه شد صدیقه؟ چرا مرا بیدار کردی؟ یک خوبی بد دیدم هاشیم. سنم در خانه بغدار تنها است. میترسم که به این دختر یگان چیز نشده باشد. زنگ زدم جواب نمیدهد. وای من نکن صدیقه، خواب روی. هاشیم به من گوش کن. چه شده؟ دلم خواتیر شده است، خیلی خواتیر. خواتیر شدن گیرو، لیکن با من خلال نرسان من خواب کنم. هاشیم چه شد آخیر؟ خواتیرم میگویم، خواتیر نمیشنوی؟ چرا در تلفن با هیچ کس نگویی گفتی؟ وای سرما هیچ چیزی مهم نیست. تنها کمی عصبی شده است. فشارش پس فرامده است. چی واقع شده است نمیگوید، لیکن اکنون گذشت. در خونهشان خواتیر نشود گفتم. برای یک چیزی خورد همه را با پای خیزاندن چی لازم؟ او را معاینه کنم؟ سرما اگر اجازت دهی من او را معاینه کنم. شاید من در اینجا لازم اجازت میدهی. التماس. این خیلی باشد من در اینجا لازم نیستم. بیمار است تو. سرما 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 حاضر گفته نمیتوانم. در نزد سنم باید من باشم. من به تو اجازه دادم عمر. چرا مسئله رو کلان میکنی؟ مسئله بین بیمار و دکتر رو دانستنم شرط نیست. تو رو فهمیدم. برای فهمیشت تشکری زیاد. درباره سنم به هیچ کس چیزی نگوی. هیچ چیز نیست. تنها عصبی شده است میگذرد. سببش رو من هم نمیدونم. و فکرم یک نظارت خوب باید گذرانیم. میلش بعدتر صحبت میکنیم. تو رو جخ میزند. بیمار رو مجبور نکن که انتظار شود. برای پدر مادرم چه نگاه میکنم. سنم آروم شو. اینجا بیا. التماس بس کن. خودت رو به دست گیر. این خیل کنی همه میفهمند. باید آروم باشی. من چی کار کنم عمر؟ دیوانه میشم. غم نخور. یگان کار میکنیم. لیکن برای فکر کردن به وقت احتیاج داریم. از دوغان از او باید جدا شوم.
التماس با او صحبت کن. با او خونه دار شده نمیتوانم. مایلش سنا صحبت میکنم لیکن تو اول باید به خونه‌تان روی. هیچ کس باید نفهمد. چی خیلی گفتم من هم تو این وقت یگون چیز فکر میکنم. اول از مکتب یک هفته اینا جواب میپرسیم. بعد من اکنون در اینجا معلمی کرده نمیتوانم. در اینجا ایستاده نمیتوانم. اینها رو بعد گپ میزنیم. مایلش بیا رفتیم. برای هیچ کس نگاه کرده نمیتوانم. شرمنده. سنم التماس. التماس سنم تو به خونه رو من بعد میآیم. استاد نگوریز ایستا بگویم. هاشیم در کجا باشده؟ علیا ها؟ هاشم رو ندیدی؟ تقویم بر اومدن ینگه جان. این کوزه پوشدلم در خانه نمیشیند. سگ بر این میگردد. چه خیلی که میگویند وای پایکم سگ بر این میگردد. هنوز قهر و غضبم پس نشده است. یگون واقعا روی ندهده. فکره در کجاست؟ او هم حاضر بر اومد ینگه جان. پاپای جمیله خوراک ولی باز فرستادن. پدر جان خونه جمیله رو هر روز خبر میگیریم مایلش دخترم برو بینم خرسان نشوم. البته خرسان میشود. سنم اما جان ما به خونه خدای جمیله میرویم. شما میروید اما جان؟ رفتم اما جان. التماس رفتم. چی واقع شد سنم؟ هیچ چیز نشد است که خوبم. چرا اما جانم گیره میکنن؟ نه گیره نمیکنن. گیره میکنن من دیدم. با کجا غیب زده؟ عمر سنم من تو را میگفتم. این شب در کجا بودی؟ مرا خواطر کردی. با تلفن گپ زدم که پدر یک کاری ضرور داشتم. اما که هاشمت رو دیدی ولی در جای کارش نبود. ندیدم امک. ببخشید یک کاری ضرور دارم. مالش پسرم. انا او اکای هاشم. من هم تو رو میگفتم. برای تو گرفتم. گیر. در خوابم دیدم که با تو هنمیتر گل میدادم. ببین داغان التماس بس کن. سنم چی شد؟ شاید شاهزاده خیالی تو نیستم لیکن گپی بد هم نگفتم که قرار بیاد. گیر گیر این گل را. من رو نره جان ناز نکن. گیر خی گیر ناز نکن. داغان من با او چی گفتم؟ خدایا آپای جمیله یکم چیز برایتون بیارم. نه احتیاط شو. با دقت باش. بسیار نگرد. غم نخورید. بسیار دور نمیروم. با ماخوذه میروم و برمیگردم. وای خدایا آنها منو یفتند. در را پیش دو طرف قلب کنید.
اومدند اپا مرا میبرند. اپا مرا نجادید التماس، نجادید. مرا برده میفروشند اپا. اینو کودکو شیرینکانم. انا ما اومدیم دیدید، اومدیم مولای جمیله. خیلی خوب کردید که اومدید. اینه بعدون نامم نورای بچه همون. نورای؟ بله نورای. بخونه دروید. بیاید دروید. پدر چرا شما نمیدروید؟ شما دروید بچه ها، من شما رو اینجا منتظر میشم. برای چی پدر؟ شو سروت درو. این رو هم گیری. آخر در بیرون خنک میخوری. نه هیچ گپ نه. مجبورم نکنید اکه همزمان رو فهمید. میدونم با شما وعده دادم زمین ها رو برمیگردانم، لیکن ادوکه در هیچ کجا نیست. اگر یابم با کجا رفته است نمیدونم. اکه همزا اوما رو باز فریب میکنم. با خدا تومت میکنم، فریب نمیکنم. این خیل باشه زمین های گرفتار رو با من برگردان. ادوکه رو انتظارم آخر. پولی کفیل را دادم، همش تمام. چخیلی که میگویم صبر کنید از غره حلوا میشود. هاشیم ادوکات نیست، ادوکات انا در اونجاست. حاضر میوایم ادوکات. باز البته بیایید فلش. با مادرتون سلام رسانید. میرسونیم. خیر اپای نورای، ما میرویم. با خونه ما هم بیاید اپای نورای. ما شما رو خیلی دوست داشتیم اپای نورای. رفتیم بچه ها. بله تو نورای هستی. البته نورای هستی. نه ایشی سرم گرنگ شد. خدایا ایشیل باشی، ایشیل نورای باشی. نورات با من چی؟ آقای هاشم شما در چی باره حرف میزنید نمیفهمم. چه نمیفهمید؟ حجتهای درگران مونده رو میدادید، از من امضا گرفته بودید. بله امضا کرده بودید راست. حجتهای مال ملک علی را آورده باشه دید من امضا کنم و این بلا رو از سرم دور کنم. آخر آنها مرا مجبور کرده ایستادند. چه خیلی که میگوید فایده کم هم فایده، پولمان کفایه. لیکن سراسیمه شدن لازم نیست فقط من کاری کردم رو میدانم. چه خیلی که میگوید کلت کار کند بی پول نمیمونی. کارا تموم نشد مگر؟ کارا تموم نکردید؟ بله تموم کردم، زود تموم کردم. اکنون برای زمین سرتون درد نمی کند. شما را از آن خلاص کردم. نفهمیدم فقط شما چی گفتنی هستید؟ گفتنی هستم که زمینی که از برادرتون علی گرفته بودید به نام من شد. چه خیل شد خودم هم نفهمیدم. این کار چه خیل شد که نفهمیدید؟ خودتون دادید. انا بیید امضای خودتون. برای مالها رو گرفتم با من وکالتنامه دادید، من هم به شما وکالت دادم. دیگر سری شما در نکند گفته زمین رو به نام خودم کردم.
چکله که میگویند کسی که به شکار رود البته شکار میکند. فقط میکشم. آقای هاشم، چکله که میگویند مهر در دست کسی باشد سلیمان همان است. انا این رو بینیده ها؟ من هم به نزد تو رفتنی بودم. چخیلی که میگویند دلهایمون با هم نزدیک بوده است. دفعه گذشته کارمون نشد، این دفعه اون نمیگریزد. تو رو فهمیدی؟ همین درنی؟ ای دختر، زنی دکتر میشوی میدونی همه از حسد ترس میکفن. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ چیزی گفتن میخوایی با من؟ اپای حلیمه، من این کارو کردن نمیتونم. چرا دخترم؟ آخر فکر میکنم اون تهمتی که نسبت به من کردن اکنون من باید به دیگران کنم. همه برای زنی بیوه بودن مرا تهمت میکنن و من هم برای از این تهمت خلاص شدن باید دو نامزده که همدیگر رو دوست میدارن جدا کنم. باید به عمر تهمت کنم. خوش آمدی دخترم. خوش باشید مادر جان. تو به خانه درآ، من حضور میایم. تو ورده میدی هم گفتم کو کهنه‌اش مخقول نشد، نوش هم مخقول نشد مگر. گوش کن تو این رو من با این طرف گذار. بی عقل بختت رو از دست میدهی دختر. خیر از دست دادن گیر. به من چی؟ من این کار رو نمیکنم. در آن دنیا جواب این رو از من میپرسند. اپا تهمت این یکی از بدترین گناه هاست. بعد پشیمان میشوی لیکن فایده ندارد. میفهمم تهمت بدترین گناه هست، لیکن تو دیگر علاج نداری. اپای حلیمه، به قدر دامادتان رسید. اگر دلتان به عمر نسوزد اقلا به دخترتان رحم کنید. فرشته رو بینید. الو سرما گپ زده میتوانی؟ تو رو گوش میکنم عمر. سنم چه حال دارد؟ خوب است؟ به نزدش نرفتم. حاضر در خانه‌شان باید باشد. به نزد تو می اومدم لیکن با سنم بند بودم. بعد نقل میکنم. با من چی رو نقل میکنی؟ سرما گوش کن. مگر من پرسیدم که بین تو و سنم چی هست؟ التماس سرما. نامزدی تو من هستم، نه این که سنم. رشک بی اساس رو یک طرف ما. سرما التماس. من تو رو میفهمم لیکن باور کن من چکله که بودم دیگر نشدم. و تو وقتی که گوش در سرم دارم دیگر نمیشوم سرما. با من این خیلی گپ نزن عمر. من هم کم باشد هم هوش در سرم دارم، فهمیدی؟ سرما التماس مرا فهم. سرما دختره با تو چی شد؟ آبی دیده ای تو رو طاقت کرده نمیتوانم. با خدا که تو خطا میکنی. سنم و عمر مثل اکا و خواهر هستن. هیچ جای رشک نیست دخترم. نه خود عمر به تو خیانت کند. مادر این رو شما میگویید؟ بله من میگویم. باور نمیکنی؟ آخر تو باید با عمر خانه دور شوی. مرا فهمیدی؟ یا یگون چیز شد دخترم؟ سنم با تو چی شد؟ ها؟ سنم از تو میپرسم، تو مرا نمیشنوی. او رو راحت گذار فکرت. نمیبینی احوالش خوب نیست. وقتش آید میگوید دختر جوان بسیار او را کاهش نکن. سنم میخوای برای چای گرم بیارم؟
من با دخترکم چی پختم. کنی نگاه کن جانکی من. کنی دهانت رو کشو دخترم. کنی دهانت رو کشو. خور دخترکم. خور دختری زیبایکی من. کنی خور نمیخورم گفتم. نمیفهمی منو با حالم گذاره. سنا من با اون به حرمتی رو نشان میدهم. فکر دیست. صبر کن، وقتش رویت خودش میگوید. هیچ وقت با من این خیل داد نزدم. هیچ وقت داد نزدم. از افتش با دخترکم یگان واقع شده است. این کار رو کردن نمیتواند. نه با من نه نمیتواند با من کردن نمیتواند. با من باهاشون کردن نمیتواند. نه نمیشود. نه نمیشود. نمیتواند باهاشون نمیتواند. امور حاکمه نمیتواند. خدا با من کردن نمیتواند. تو چقدر فریب خوردی؟ چقدر شد آخرین چخل شد آشیم. چخل فریب خوردی؟ تو رو هیچگاه فریب نمیدادم. امور با این پدر و دختر چی شده باشد؟ خدایا با ما چی شد؟ سنم دخترم نگاه کن نامزدت اومد. با تو میگویم این دیوانه رو مجبور نکن که دیوانگی کند. مادر مرا تنها گذارید. اوف عمر دیوانه میشم. التماس با من کمک کن. چرا مرا خبر نمیگیری؟ چرا مرا تنها میگذاری؟ دیوانه میشم. عمر دیوانه. هر وقتی که برادم میاد زندگی کردن نمیخوام. خودم رو میکشم. تو کودک نیستی. خودت رو به دست گیر. خانواده هم فهمه چیکار میکنم عمر؟ چیکار کنم عمر؟ سنم این خیل کردن گیری همه میفهمند. باید آرام باشی. خودت را از دست نده. التماس. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. سنم داغن اومد. مرا میخواهد برد. مرا بیدم بدتر میشم. با هیچ کس درا گفتن نمیخوام عمر. نمیخوام. جدا شدن میخوام. سنم و من باور داری؟ بله. این خیل باشد گپایی گفتم رو اجرا کن. باید هم را از خود دور کنی. در رویت تبسم بوده مثل پیشتره باشی. از خودت وابسته. نمیتوانم. میتوانی. باید توانی. نمیتوانم. حاضر خود را به دست گیر. خیز با خواهن مثل که چیزی نشده از رفتار کن. اکنون بعد از این همش از خودت وابسته. در فکر زندگی باشی. این مسئله رو پس سر کرده میتوانی. نمیتوانم. میتوانی. نمیتوانم. چیکار کنم عمر؟ مجبور هستی به این. یا حقیقت را گپ میزنی یا اینکه یکیش انتخاب کدامش. مایلش من به کار میروم. تا بخوری. فراموش نکن گپای مرا. سنم خدایا با او مدد رسون. سنم با تو یک تحفه دارم.
بیا 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 ببین تحفه. مرحمت، خوش آمده. تشکر پدر جان. تشکر پدر جان. در روزهای خوب استفاده برید. بچه های این زمانه تماما از خود رفتن کو. بیچاره میخیل نکن، آدم ها رو نترسان. خیلی دهشتناک هستی اکا جان. آی نرگیس، نگاه کن اپای نورای. اپای نورای کنی اپای نورایتون در کجاست؟ انا این چیز رو برای بچه ها میخریم. این از تو، برای تو گرفتم. چه خیلی مخور. التماس این رو برای من پشت یک بینم. کمک میکنی؟ البته. مرحمت خانم، به شما خیلی میزیبد. سنم تحفه مقبول نشد؟ سنم تحفه دویمم رو دانستن میخوایی؟ تویمان رو روزهای نزدیک میگذرانیم. چی گفتی مقبول؟ سنم ایستو سنم، ما رو ببخشید. هیچ گپ نی، من نفهمم. سنم اپای نورایتون کجا شد؟ اپای نورای کجا رفتن؟ رفتن مادر. ما جزون رو نگاه میکردیم. با اپاتون بهتر شناس میشویم. بیایید رفتیم بچه ها. سلام علیکم. و علیکم سلام. ببخشید. سنم چیز گم کردی؟ چی ها میگوید امک قربان؟ گم کردی معلوم. امک قربان. من در اینجا هم نمیبینی مگر. لیکن تو در کجایی؟ بله گم کرده ای. چیزی رو گم کرده ای، خودت رو هم گم کرده ای. چی؟ به من نگاه کن. چیزی که تو گم کرده ای من رو میدونم. یک کودک خورد بودم میتونی؟ بله همین کودک خیلی عذاب میکشید. پدرش همان وقت او رو میزد. همان وقت او رو میزد. این کودک را خیلی بیار و آسی کردند. کودک لیکن بچه خوب بود چون که او یک قلب خورد داشت. در واقع قلبش مادر جانش بود. کودک همه وقت مادرش را به آغوش میگیرید. مادر جان میگوید بیا مادر جان بیا. مادرش هم میگوید که مرا چرا جیغ زدی پسرم؟ نه من در قلب تو هستم. به قلبت نگاه کن. مرا میبینی. لیکن کودک از پدرش بسیار لعنت خورده است. خیلی بدقهر است. بسیار تنها مانده است. عصیان کرده است. با همین سبب به قهر و غضب من گفته صاحب همه چیز شدن میخواهد لیکن نمیتواند.
مادری که در قلبش از او را دیگر نمیبیند. چشمش پر از قهر شده، کور شده است. در این وقت مادرش قلب او را ترک کرده است و قلب کودکش هم کور شده است. وای کودک کی بوده است؟ من هم نمیدونم، اما وای کودک را خیلی دوست میدارم. اما از دیگر طرف با وای کودک دلم میسوزد، در حقیقت میسوزد. دلتون نمیسوزد؟ تو مرحمت نداری مگر؟ با خدا حیف، با خدا حیف. با همه چیز، با هر کس حیف است. تو گریه میکنی؟ تو گریه میکنی؟ با تو باز یک چیز نقل میکنم. گله آهوها هست کو. وقتی که تشنه میشوند به نزد دریا برای یک قطره آب نوشیدن میآیند. در چشم هر یک آنها نوری حیات است، قاتل در هیجان. و بیچاره های بیگناهی که در وحشت میمانند. یک تیمسار بیرحمانه هجوم میکند، از کجایی که دارد داشتن میگیرد، به تک آب میبرد، هم میده میکند و هم میغوتاند. بیچاره در بین یک چند دقیقه میده میشود. پس آن مثل که زیغ شده است گریه میکند. تیمسار زود از چشمش اشک میریزد، گویا که او را مجبور کردن که کشد. لیکن برای خوردهش را هضم کردن آب چشمش میریزد. حاضر حیوان هم باشد از او میپرسند مادام که دلت میسوزد چرا رفتاری بیرحمانه میکنی؟ بیرحم شدن مقصد تو باشد، چرا آب اشک دروغین رساندی؟ چی لازم این ریاکاری؟ به خاطر چی لازمه؟ اما جان من شوخی کردم. اما جان گریه نکنه، آخر شوخی کردم. ببخشید اما جان. شفا یابی. تشکر. ببخش، با سنم بند شده تو را اهمیت ندادم. کی با من میگویی؟ چرا؟ سببش رو گفتم که شدتی است. ها البته. سرما التماس، شاید باز یگان چیزی دیگر فکر میکنی. نه جانم، کاری من چی؟ سرما تو را نمیفهمم، چرا این خیر رفتار میکنی؟ تو چی؟ تو چی خبر رفتار کردنت رو فهمیده ایستاده‌ای؟ با سنم باورم نمیآید. چی شد با تو؟ مگر مرا تو نمیشناسی؟ با خودت تو چی شد عمر؟ من کسی بیگانم که از من پنهان میکنی؟ بگوی. شد بچه ها، جنگ تمام. اسماعیل خوش آمدی اسماعیل. خوش باشی. خوش باشی سلمت. از کجا پیدا شدی؟ این رو برای تو آوردم. نگاه کن چی نوشتند.
به جای هدیه قبول میکنی مایلش؟ چی شد؟ سوال و جواب تمام شد. با بیمارخانه برمیگردم. از همین رو سر کرده در وزارت تندرستی کار میکنم. به اینجا برای تفتیش آمدم و بهای اولم 0. چون که 2 دختر بیمارخانه مثل کودک با یکدیگرشان جنگ میکنند. راست میگویی. ببخش عمر، کمی با احساسات داده شده آوازم رو بلند کردم. خیلی خرسندم که به بیمارخانه برگشتی. عمر، با تو صحبت کردن میخواهم. در یکون جوی نشینیم. مایلش البته. درون کودک پر شد. درونش پر شد. و هر زمان میتواند بترکد انفجار بزرگ، پر آتش. امروز سنم را دیدم. خیلی غمگین می نمود. مرا حتی ندید. اسماعیل، به اینجا تنها برای به من مژده دادن آمدی؟ خودت نغز می دانی. او را فراموش نکردم. او را فراموش کردن نمی توانم. وقتی که در استانبول بودیم با او گفتنی بودم اما نتوانستم. بعد رد می کند گفته ترسیدم. کاش که نمی ترسیدی. می دونی مجبور خانه‌دار شده پشیمان شدم. نتوانستم. جدا شدید مگر؟ 3 ماه می شود. به اینجا برای سنم آمدم. به فکرم وقتی آمدنت مناسب نیست. چی شد؟ هیچ. ببخش. عذر میخواهم. سنم زنگ میزند. چی شد سنم؟ مایلش سنم. مرا جیغ میزند. شد. بس سنم. با تو داروی تسکین دهنده آوردم. خواهش میکنم ما رو تنها گذارید. سنم، این خیلی دوام دادن ممکن نیست. دقت جلب میکنی. مرا هم زیر گرد میمونی. من نمیدونم به سرما چی جواب دهم. هر روز از من سوال میکنه. اینقدر فکری بد نکن دخترم. اگر خواهی با او زنگ زن. با خدا حق نیستی دخترم. بهوده خفه میشوی از وی. او جوانی خوش رفتار است. اگر همه وقت از دهانش سنم براید هیچ گپ نی. گفتم گیرد از وی خفه نشو. پگاه که زنی او شدی تو رو سنم میگوید همین طور نی؟ مادر قهرم رو نارید. من چی گفتم دخترم؟ به این نگاه کنیده چیزی که گویم مخکول نی. به من گوش کن حمزه. دختر رو زودتر براره میگویم.
تویشان را کنیم وگرنه جوانان امروزه هوششان به هر طرف می رود آرام نمیستند امروز علی گوییم پگاه ولی گوییم و این چه خیلی می شود این سعیده و هارون هم زودتر می اومدن دخترم امتحان داشته است امتحان دارد گفتی؟ سپارت می آیند آمدن گیرم دخترم رو خیلی یاد کردم چی شد سرمه؟ نه مادر جون هیچ چیز نه حمزه به نظرت همین طور نمی نماید که این دختر با عمر قهری شده است مادرت رو نزدیکانت رو حق نداری اینقدر عذاب دهی اکنون باید گپ زنی آنها باید دانند تا مردن این سیر را پنهان کردن نمیتوانی دیگر برای هیچ کس نگاه کردن نمیتوانم در این جایها نمیستم معلمی کردن نمیتوانم با طلبهایم روی براشتن نمیتوانم یک مدت از وزارت معارف اجازت میگیریم اگر نشود به جای دیگر به کار میروی سنم همش از خودت وابسته است زیغ نشو سنم من با تویم چی هجومی که نکنند من با وعده میگیرم وعده میدهم مایلش گوش کن عمر سنم رو انتظاریم او در کجا باشد؟ می آید امک تا دور خونه رفته بود حاضر می آید اکای حمزه چی واقعیه؟ من هم نمیدانم هاشم تو خبر داریم؟ این جوانان رو فهمیدن ممکن است مگر جواب ده سنم در کجا هستی؟ جواب نمیده؟ ببخش عمر زیخ نشو من راسته یک خبر گیرم نه فکرت تو اینجا باش من میروم عمر پسرم باوری داری که دخترم به داروخانه رفته است بله باید می اومد و فکرم یکم کارش برآمده است من گرفته میارم خدا مادر مادر شما در اینجا چیکار میکنید؟ خدایا سنم باز یگان به عقلی نکنی خیلی بلند است همین تغنی دخترم سر انسان در این خیلی بلندی تاب میخورد هم عقلش و هم قلبش تاب میخورد انا همین خیلی تاب خورده میایستد همین خیلی مثل چه من از قفس بر آمدن میخواهی اگر وقتش آمده باشد یگان چیز گفتن لازم نیست در قفس را گشاده پریدن میروی پریدن را فراموش نکردی همین طور نمیسی چه من بله دخترم در اینجا یک امانت است در قفسی بدن داشتنم مشکل شده است یک روز صاحبش میگوید
برگردان امانتی مرا. من هم دیر میگویم. میدونی سلام دخترم، از همه بسیار از چی میترسم؟ مثل چه جانی من پریدن را فراموش کرده باشد چی؟ من ندانسته او را پنهان کرده باشم، یا اینکه او را به دستانی خود کشته باشم. خدایا، این خیل باشد من به صاحب او چی میگویم؟ امانتی من در کجاست گوید؟ من چی خیل میگویم که او را کشتم؟ چی خیل میگویم؟ رو گفتن با آدمی راز نمیزیبد دخترم، نمیزیبد. نترس موسی چه ایمان، آمدی گپ گفتم. چی خیل دلم میشود که من تو را چی خیل. خدایا دخترم، من هم خیلی زیق شدم. این سنم آینده ندارد. عمر از پسش رفت. این دو کس با ما بازی دارند، فهمیدی؟ چی شد؟ سنم نآمد؟ به فکرم چی واقع روی داده است. حلیمه، یا توبه، یا توبه. سنم، در کجا هستی؟ میدونی سلام دخترم، از همه بسیار از چی میترسم؟ مثل چه جانی من پریدن را فراموش کرده باشد چی؟ من ندانسته او را پنهان کرده باشم، یا اینکه او را به دستانی خود کشته باشم. خدایا، این خیل باشد من به صاحب او چی میگویم؟ امانتی من در کجاست گوید؟ من چی خیل میگویم که او را کشتم؟ چی خیل میگویم؟ رو گفتن با آدمی راز نمیزیبد دخترم. من نترسیش چی؟ من برده ایستادم امکی قربان. برنده جانی مرا کشتن. زنم، به هیچ کجا نمیروی. مرا ترک کردن نمیتوانی. نمیتوانی گفتم. چی شد عمر؟ سنم در کجاست؟ عمر، دخترم در کجاست؟ نیافتی او رو؟ گفته بود که می آید. وعده داد لیکن نیست. گفتم نیافتم. تلفن دستیش هم خاموش است. با من راستش رو گوی. شما از ما چیزی رو پنهان میکنید. با من گپ زن، من مادرش هستم. چرا او همه ما رو جمع کرد؟ چگونه میتوانی روی؟ چگونه؟ دیوانه شدی مگر؟ من بی تو زندگی کردن نمیتوانم، میفهمی؟ مرا پرتفته به هیچ کجا نمیروی. به این اجازت نمیدیم، فهما؟
Sanam, gap zan. Gap zan. چی درد داری؟ تو را انتظارم عمر. سلام، گپ زن. سلام نیست. چه نیست؟ شما با ما نغمه بازی میکنید؟ شد بچه را از گلویش ندارید. اگر عمر میدانست البته میگفت. صبر کنید، سنم پیدا میشود. انتظار میشویم. باز یگان بیعقلی نکنی سنم. دیوانه میشوم. زندگی کردن نمیتوانم. همه را میسوزانم. فهمیدی؟ میسوزانم. دخترم سنم چی شد با تو؟ چرا این خیل میکنی؟ بیا با من بگو درد چی هست؟ من مادرت میشوم دخترم. با من هم نمیگوی دخترم؟ یگان درد ندارم مادر، خوبم. مایلش، لیکن باز یک باری دیگر هم اولاد رو جمع کرده یک چیز میگم گفتن نغمه بازی کنی بعد میبینی. مجبورم نکنه. معلم چرا با درس نمی‌رید؟ کامیلی آخه شما رو خیلی یاد کردیم. من هم. به شما خیلی زیغ شده معلم. شما بیمار شدید معلم؟ زودتر شفا یابید معلم جان. معلم جان زودتر به درس بیایید. ما شما را یاد کردیم. تشکر بچه. خوب مایلش بچه. شد بچه ها با درس روید. زن شد. زود روید. زود باشید. بچه ها تو را خیلی یاد کردند. باز بیماریت چقدر دوام میکند؟ چرا اومدی؟ عریضه داده از کار رفتنیم. نه نمیشود. من در این مکتب باشم هیچ وقت به این اجازت نمیدهم. اگر با بچه ها خیانتی کلان کردنی باشی این کارو میکنی. لیکن فکر نمیکنم که این خیلی معلمه هستی. همین طور نه؟ خوب فکر کن سنم. تو معلمه ای. بچه ها با دقت باشید. تنها به خانه خاله جمیله رفته برگردید. دل نکنید مایلش مادر جان. ها فکرت خوب شد که اومدی. تو هم با بچه ها رفت. مادر جان این توفه برای خاله جمیله، این برای اپای نورای. همین طور. بله برای اپای نورای.
онҳо апаи Нурайро чӣ қадар дӯст доштанд. ҳама гапашон апаи Нурай. гап заред ба хонаи мо ҳам биёяд апаи Нурайатон. ҳамин кам мефикрад. санам маро нашинохтӣ? исмоил سلام خوش آمدی دکتر. شین یک چای نوشیم. تشکر. چای. من هم رفتنی بودم و نشسته ماندم. روزنامه رو نگاه میکنی؟ فوتبال هست؟ نه دکتر. چی خیلی فوتبال؟ این خبر رو بین؟ چی خبر بوده است؟ آدم خانه‌دار می شود. توی با دبدبه می کند. بعد می فهمد که دختر باکیره نبوده است. این چی دنیاست؟ حیات همین است. کی با چی دوچار می شوی معلوم نیست. اما با من این حادثه روی نمیدهد. اگر روی میداد؟ اول اینکه نامزدم تازه است. من هم تو پرسیدم. با من نمی شود. مادامی که پرسیدیم میگویم. اول مادرش، پدرش را و همه آیلش را شرمسار میکنم و بعد سرش را از تن جدا میکنم. خیلی بیرحم هستی احمد بچه. این کاری دیگر است. این خیل آدم ها را حیوان برین نکشی درس نمی شود. خیر یک پرسیدم. چی شد؟ این فکر از کجا به سرت آمد؟ تو هیچ وقت در این موضوع صحبت نمی کردی. هیچ، هم تو. این موضوع از روزنامه برآمد. فکر نکن دکتر. این کاری مرد هاست. تو این کارها را نمی فهمی. شاید. خیر با من اجازت. یک چای می نوشیدیم. دفعه دیگر انشالله. سنم همی بود. همین کار را می کردم. مرحمت نوشی جون. تشکر. گویا از دیدارم شاد نیستی. حالم خوب نیست. عصبایم خرابند. از زنم جدا شدنم را شاید شنیده باشی. شنیدم. نتوانستیم. خانه دار شوی من و او از اول خطا بود. چخیلی که میگویند انسان از همه جهت موازنتش را باید رعایت کند. اکنون وی هم راحت هست و من هم. سنن به این محله برای چی آمدم میدانی؟ برای تو. به اینجا چیزی که شود نشود دیدم را کشادنی آمدم. اول شرم می داشتم. ترسیدم که مرا رد میکنی. لیکن حاضر چیزی که گویی راضیم. میخوام که اون چیزی که در دلم دارم دانی. نه میتوانی زود جواب ندهی. با یک امید به اینجا نآمدم. مقصدم تو رو دیدن و این عشقی که مرا چند سال باز عذاب میدهد با تو گفتم بود. میفهمی؟ اکنون گفتم. خیلی آسان بوده است. دنیا به سرم چپانه شد. جای ترسیدن هم نبوده است.
تو هم بیا انتظار نشو اینجا خنک است خنک میخوری نه هیچ گپ نه تشکر اپا خنک خورده ایستاده ای خنک است اینجا بیا نه اپا نمیخوام سنا در اینجا تنها چیکار میکنی؟ هیچ نشستم. در فکر هستی؟ باز چی شد؟ اسماعیل مرا برای دیدن به اینجا آمده است. میدانم. از کی باز؟ از وقتی دانشگاه. اسماعیل را تو هم میشناسی، من هم میشناسم. یک آدمی خپک بود. میمورد و سیر را فاش نمیکند. تو را دوست داشتنش را هم چند سال باز در دلش میدارد. لیکن تا امروز در اینجا یک چیزی هست. اسماعیل خیلی آدمی نغز است. یک آدمی با فهم، با عقل. شاید در سالهای دانشجویی با او ناحقی کردم. بله، خیلی بفهم. انسان خوب. با او گفتی که نامزد داری؟ نه. این خیلی باشد میگویم که نامزد داری، با امید نشود. این نامزدی رو بکار میکنم. داغن مرا فهمیده نمیتواند. لیکن اسماعیل خانه‌دار بود. جدا شد. شاید که مرا قبول کند. لیکن اسماعیل به تو معقول نبود. اکنون من حق انتخاب کردن ندارم. داغن چی؟ بلا بپسش. همینقدر صبر کردم کافیست. باز چی نیرنگ میکنید اکا؟ مخدونی علی، این ادوکات، این ذات شریف مرا فریب داد. باور نمیکنم. راست میگویم علی، زمین ها رو به تو میدادم. من با ادوکات با نام خودش کرده است. خیلی با او باوری داشتم. چه که میگویند از بارون گریختم با برف زدیم. برف زد، برفلی بالا زد. او ادوکات چی واقعه؟ اکا به این هاشم گفتنی آدم فرمانید مرا دیگر فریب ندید. هاشم اکا با خدا راست بگویم، اگر دروغ گویم مرم. با دامی فریبی ادوکات دیدم. من اینو باید رو نمیدونم. زمین های علی رو بر میگردانی. با ما وعده دادی. گوش کن هاشم، اگر قهرم آید مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا، فهمیدم. ادوکات آرام باشید پدر عروس. خوش ادوکات، با پدر عروسم چیزی گفتن میخوایی؟ او را باید به بار کشیم و پاره کرده با نزد سگ ها برد فلازیم. اجازه دهید پدر جان، بگذار گپ زنم. ببخشید آقای هاشم، وای در حجت ها نافهمی شده است. همه‌اش رو حل کردم. اکنون همه حجت ها به نام شماست. ارانی خیل با راهی راست رمت وکت. خیلی که میگوید خروزی که بر وقت داد میزند سرشون میگیرند.
من همین خیل میشود دومادن همین خیل آفرین. اکنون بعد از این یک تویی میکنیم همینطور نه پدر؟ میکنیم سرا میکنیم توی از همه زورش رو میکنیم. رفتیم اکا به نتاریوس میرویم. چرا؟ چه شده؟ زمین هایم را برگرداندن نمیخواهید؟ البته رفتیم با تو باید صحبت کنم. مایلش؟ بله سنم، تو را گوش میکنم. چی گفتنی؟ از تو میپرسم سنم، چی گفتنی؟ داغان مرا ببخش. من با تو خانه‌دار شده نمیتوانم. ناز نکن دخترم، راه گرد. نخود دختر با نامزدش همین طور رفتار کنده؟ حلیمه، این فکر از کجا به سرت آمد؟ آنها به خونه ما می آمدند. مگر همین طور است حمزه؟ تنها داماد به خونه عروس می آید. ما هم باید رویم. عرف و عادت همین است. عرف و عادت. به خدا پدر جان، من مادرم رو نمیفهمم. من هم سالها گذشته او را نفهمیدم. نفهمی دخترم، نفهمی. آی خدایا، پایم. با شما چی شد مادر؟ خدایا پایم همش خوب می شود. لط خوب. شما زنگی در رو زیر کردن گیره؟ زیر کنید آخر زنگی در رو. لا حولا. روشن‌تر فهمون سنم. حاضر به تو فهمانده نمیتوانم، لیکن باور کن مجبورم. ما یکدیگر رو نمیفهمیم. دنیای ما گوناگون است. هنوز دیر نشده باید جدا شویم. مرا ببخش داغان. مادرم مجبور نمی کردن، نمی اومدم. هیچ نباشد، تو مرا فهم سرما. چی رو فهمم؟ بین تو و سنم چی سیری پنهانی هست و من باشم از آن خبر ندارم. همین رو فهمم. مگر من نامزد تو نیستم. سرما، من همان عمری هستم که میدانی. اگر برای گفتن حق میداشتم و تو میگفتم، با من باور کن. لیکن حاضر نمیتوانم. چرا حاضر نمی شود؟ وقتش شاید میگویم. مایلش. خدایا اینجا چی کار میکنید؟ و مهمان خانه درآیید. یک قهوه تیار کن دخترم. عروس این خانه میشوی. اگر وقتش آید. گاهی وقتش می آید. و فکرم تو مرا خوب نفهمیدی سنم. خواهش میکنم با من باشید. همش خوب است.
من شوخی نمی کنم و تو هر چیزی که گفتم جدی بود. به تو زندگی کردن نمیتوانم و دنیایی به تو رو میسوزانم. تو رو هم میسوزانم. مایلش مرا کش. خوی سوزون. آرام باشه دکتر. هیچ گپ نه همش خوب است. مرا نادرست فهمیدی. تنها تو رو نیو، همه ای آیلت را، همه ای نزدیکانت رو میسوزانم. فهمیدی؟ همه را. رد کردن نمیتوانی. تو مرا رد کردن نمیتوانی. مرحمت امک جان. تشکر دخترم. نشی جان. بسیار خوب کردید که آمدید. خدایا چقدر کتابی بسیار. کتاب خواندن رو خیلی دوست می‌دارم. تشکر. نشی جان. ای مادر، کاش که مرا خواندن میموندی. من هم همین قدر کتاب میداشتم. میخواندم. مادر قهوه؟ خدایا قهوه نوشیدن رو دوست میدارم. بیا دختری من قهوه رو خیلی خوب تیار کرده است. تشکر مادر جان. دستت درد نکند. نشی جان. دختری من یک تو سنم بناخونی پای سرمه نمیارزد. مادر در رفی کتاب ها به چشمم یک البوم رسم ها افتید. خدایا چقدر من تماشا کردن رسم ها رو دوست میدارم. اگر خواهید بیارم ینگه. ها بیار پسرم، زیق نشوم. کمی کشو پسرم، کشو. خدایا رحمتی عایشه رو خیلی دوست می داشتم. خدا رحمتش کنه. خیلی دو گناه های نزدیک بوده. این چی باشده؟ آی خدا جان، رسمی سنم اینجا چی کار میکنه؟ علیه، شما با کجا می روید؟ به خانه اپای جمیله. اپای نورای گفته ما رو گرم کردن. من هم حیران موندم. گفتم یک رفته اپای نورای رو بینم. بهترش نروید. چرا؟ چی شد فکرت؟ وای، من رفتنتون رو نمیخوام. رفتیم مادر جون، رفتیم. بسیار نمیشینیم، زود بر میگردیم فکرت. مالش؟ جواب نمیدهد. تلفنش خاموش است. زودتر ایشیل رو آگاه کردن در کار. با مدیر مکتب صنف‌های ابتدایی عریضه، از شما خواهش دارم با سبب‌های شخصی مرا است. این کارو نکن دخترم. من تو رو برای معلمه شدن تربیه کرده به بوی رسونیدم. به بیسوادان سواد آموزانی گفته تو رو معلمه کردم.
агар ин коро кунӣ туро намебахшам духтарам. Маро мефаҳмӣ духтарам? духтарам гап зан, чӣ дард дорӣ? ба модарат бигӯй духтарам, духтари зебои ман. тоқати дидани гиёҳои туро надорам. ҷони ман, дараки зебояки ман, гирья накун. омадам. санам, духтарам, ба наздат меҳмон омад. حاضر اومده میموندگی خاله جان این داروها رو استفاده کنید مایلش خودتون رو احتیاط کنید در این خنکی باز شمال نخورید مایلش خدا از شما راضی باشد. ها انا اینها رو هم گیرید خدا شفا دهد. تشکر. اسماعیل بیا درو. خوش آمدی. خوش باشی. یگان بیماری دیگر داریم؟ نه دکتر. مایلش میتوانی روی. در بحر سیاه کشتیت زیر آب رفت؟ بسنم همش را نقل کردم. با او از کی باز عاشق بودنم را هم گفتم. اوف اسماعیل وقتش را یافتی. مگر نمیدونی؟ چی رو نمیدونم؟ امک بچه سلام. سلام. تو هم اومدی فکرت؟ به خونه درو. دیدنی اپای نورای نصیبمون نبوده است. به کجای برآمده است؟ بیا درو. نه نمیدرویم، کار دارم. مایلش خودت میدونی. نرگیز دخترکم تو به کجا؟ تو بازی میکنم مادر جان. مایلش دخترم بازی کن. داغن امک بچه‌ام این کس از وزارت تندرستی رفیقم اسماعیل. سلام از شناسایی شدم. من هم. عمر کمی پیش گفتی نمیدونی. چی رو نمیدونم بگوی. هیچ مهم نیست. با تو خبری خوش رو نگفتم. بسنم خانه دارشوی رو تکلیف کردم. باوری دارم که او قبول میکند. بگویید که کدام سنم؟ سنم اسماعیل معلم سنم. دخترچه در اینجا اپای ایشی زندگی میکند؟ نه این خیلی اپا نیست. اپای نورای هست. اپای نورای؟ هم آن رو خیلی دوست میدارم. کودکان دروغ نمیگویند. سوراخ را درست گرفتیم. رفتیم. ما میرویم نرگیز. بیا تو پرو بردمونم. خیر اپای جمیله در پناه خدا. با خانم نورای سلام بر او رسونید. باز بیایید. رفتیم بچه ها. رفتیم نرگیز. مادر جان شما با اپای نورای شناخت نشده؟ بله نصیبتون نبوده است. اکنون دفعه آینده وقتی که میاییم اپای نورای رو میبینیم. چیکار کنیم؟ مادر جان باز میاییم.
مالش باز میایم. چه خیال است مادر جان، ما شما را دوست می‌داریم. دوست می‌داریم مادر جان، خیلی دوست می‌داریم. رفتیم. آی پدر جان. اومدی فکرت. رفتیم بچه ها. دوغان تو که هستی ها؟ نکن دوغان. تو که هستی جایش نیست. بسون میگویم تو که هستی دوغان ها؟ آروم شو. دوغان این منو گرفتن نمیتوانم. هیچکس نامزدی من از دوغان اینجا جایش نیست. دوغان همه تون رو میسوزانم. آروم شو. برایت میگویم کاری خوب نکردید عمر. چرا صنم نامزد داشتنش را با من نگفت؟ چرا با من بازی کردید؟ تو که همش را میدانستی. اگر میفهمیدم به این احوال نمیافتیدم عمر، نمیافتیدم. اسماعیل ایستا. اسماعیل با من گوش کن. چه خیلی که میدونی این مسئله این خیلی نیست. التماس ببخش اسماعیل با من گوش کن. اسماعیل گوش کن. اسماعیل سلام. حیات با سیرها یا خوشبخت یا بدبخت می شود. سیر برای انسان است. اگر سیر را بر جایش مانده باشی، سیر یک روز قیامت را می بردارد. ناخواست پریدن سیر برای عمل نادرست است. نیت را نگاه کرده حل می شود. نیت را نگاه کرده شکل پیدا می کند. انسان از پس سیر می دود، وگرنه حقیقت تنها در سیر است. لیکن کسی که روی راست گپ می زند خیلی سیر پنهان می کند. در سیرا کسی که می کابد باز است. چشم در دست قلب است. کسی که به عقلش باوری دارد. در دیگر طرف سیر با زهر است. حقیقت از دو روی عبارت است. همه چیز معلوم، لیکن تا سیاه نکند حقیقت در روشنی آفتاب حتی نمیتابد. حیات برای هیچ کس بار و دردی وزنی نمیدهد که برداشتن نتواند، لیکن انسان باری سبکش را برای خود وزنی میکند. حیات نیتی درست، کاری درست، راهی درست باشد انسان را به خیر میبرد. اگر انسان از راه دور شود چی؟ باز خود را در ردیف حقیقت تاب خوردنش را فکر کند. برای کله های خالی آگاهی دادن نیست مگر. در ایسی را همان کسی کشاده میتواند که حیات را میفهمد. کسی که با زوری میفهمد برای کشادن درها عذاب میکشد. انسان شخصی کریم آفریده شده است، لیکن کسی با نصیحت‌های بد شخصیتش را بی‌قدر کرده است. چی باید گفت؟ عشق انسان باز می شود، لیکن کسی که این عشق را با نفرت، غضب، قهر یاد می کند، چی باید گفت؟ ششتنش غضب، خستنش نفرت، راه گشتنش کارهای بد باشد. چی باید گفت؟ در زندگی این ظلم نیست مگر. کدام ظالم در این دنیا عذاب و رنج کشیده و در آن دنیا گنج دیده است؟ چرا انسان اینقدر ظالم شده میتواند؟ در این احوال حیران نمیشوی مگر؟ ظالمی در ظلم، کسانی که او را ظالم میکند آنها را چی باید گفت؟ اگر با ظلم بسته میشدید در اطرافتان صدای ظالمان را میشنیدید مگر؟
اکنون به دست افتادی. بیشرف بیشرف. مرا باید رد نمی کردی. اکنون می بینی صنم، روزی اولی تویتان روزی اولی توی من می شود، چون که آن روز شرمسار می شوی. مرا باید پس نمی زدی صنم، پس نمی زدی. این پلیدی رو چطور کردی؟ چطور کردی؟ گابزان میگویم، گابزان میگویم، گابزان. تمام میگویم. مجبور شدم، با خدا مجبور شدم. وضعیتم خیلی مشکل است. احمد جان پدرم رو نزنید. احمد جان التماس. التماس. سلام. حالت از من بدتر خواهد شد.